1:30 1:15 باید صبر کنیم. آره میخوایم بریم یکم بگردیم بعد بیایم بگیریم بریم شما عزیز. بستنی خوش گرفتم. رسید بعد از 1 ساعت و نیم. بریم چه منزلی بیم. همطوری که بهتون گفتم دیروز پاستا خیلی درست کردنش طول کشید و ما توی مدت که طول کشید یه سری چیز میز گرفتم، چیزایی که خیلی وقت میخواستم ولی خب حضوری پیدا نمیکردم که بگیرم، ولی خب این سری پیدا کردم و گرفتم. چیزای خوبی هم گرفتم. قیافه من زیاد توجه نکنید چون تازه از خواب بیدار شدم. آره یه چیزی گرفته بودم این بود، این کروسانای خیلی بزرگ و خوب. این همه شکلاتیشه که میخوام به عنوان صبحونه بخورم و آره شکلاتیشه که حالا میخورم. بعد یه چیزی که گرفته بودم این بود، این بستنی خشک‌آب باشید. فکر کنم توی ویدیوها و اینا این بستنی خشک‌آب دیدیم. خیلی باحالن، دوست داشتم حداقل یه بار امتحان کنم ولی خب یه ذره زیاد بخوری آدم دلشو میزنه چون یه ذره زیادی شیرینه و مثل چیز میمونه، مثلا پشمک میخوریم بعد از یه مدت وای چشام چقدر پوف داره، مثلا میخوریم بعد یکم که میگذره یه حالت شیره، شبیه شیره میشه تو دهن. اینم دقیقا همونه ولی خب مزه بستنی تری داره، خیلی باحاله. من این توت فرنگیشو خوردم ولی شکلاتیشو میخوام با هم باز کنیم ببینیم چه مزه ایه. آره اینم از این که خیلی بزرگیه، شاید بتونم فقط یکمشو بخورم. خوب کنم. یه چیزی هم بیافته بودم اینو بود. آره بهتون میگم چیه. اینو این خوشبو کننده های دهان که فکر کنم خودتون میدونی، یعنی شکلات میمونم بعد آره این خوشبو کننده ها که شبیه شکلاته و خیلی یخی و تنده، یعنی اگر با آب بخوریم اینو قشنگ جلوتون میسوزونه، راه در رو باز میکنه. آره من خلاصه من برم اینو بخورم بعد بیان اینو میخوام ببینیم چه جوریه. این طعم شکلاتش فکر کنم خوشمزه تر باشه تا توت فرنگی، چون معمولا چیزای توت فرنگی حالا خب به جز خود توت فرنگی یکم مزه دیفنیدار میده، مثلا شیر توت فرنگی یکم مزه دیفنیدار میده و شکلاتیش فکر کنم خیلی خوشمزه. حالا اینو بخورم. قبول کنیم که بستنی خشک شکلاتی خوشمزه ترین خوراکی دنیاست. خیلی خوبه، حتما امتحانش کنیم.